ایشون بیش از 30 سال تجربه در حوزه‌های مالی و کسب و کاری دارند. دکترای حرفه‌ای کسب و کار، DBA با گرایش حسابداری. همچنین مشاور مالی مدیران هستند و مشاور مالیاتی سازمان‌ها. مدیر گروه همیار سامانه و هم بنیانگذار مجموعه یک مدیر مالی. قائم مقام اسبق شرکت معتبر آباژنگ. با دستان گرم شما دکتر حمید قادری. حمید جان موفق باشی. سلام. فرمودن که حالا دقایق وقت شما رو بگیریم و در رابطه با وضعیت مالی شرکت ها تو سال 1403 با هم صحبت کنیم. البته این صحبت فعلا یه طرفه است، ولی خوشحال میشم تو زنگ تفریح ها و اینا در خدمتتون باشم و در ضمن اطلاعاتم هم هست توی دفترچه. همیشه خوشحال میشم و استقبال میکنم از اینکه بتونم هر سوال و پرسشی رو پاسخ بدم و کمکی بکنم به اینکه کسب و کارها کمی از گرفتاری ها و دغدغه‌شون خلاص بشن. راحت میشیم. خب برای بررسی وضعیت کسب و کارها دو تا موضوع که بررسی میکنیم. یکی اینکه چه عواملی اصولا رو کسب و کارها تاثیرگذار خواهند بود در سال 1403 و دوم اینکه در کسب و کار ما چه عواملی تحت تاثیر قرار میگیرن. چیزی که مسلمه کسب و کارها با هم خیلی تفاوت دارن و نمیشه اینو به عنوان یک نسخه تجویز کرد. برای همین سعی می‌کنیم راجع به کلیات صحبت کنیم. جایی که صحبت از اعداد و ارقامه، مسلماً تفاوت‌ها بین شرکت‌ها و کسب و کارها خیلی زیاده. برای همین پیشاپیش از اینکه این صحبت‌ها بعضی از کسب و کارها ممکنه خوب پوشش نده عذر می‌خوام و اینجا چاره جز کلیگویی نیست. تقریبا همه ما توی پا اقتصاددان شدیم توی این مملکت، یعنی هممون میدونیم چه اتفاقهایی میتونه رو ما اثر بذاره. بحثایی که حالا توی بحث دکتر کنعانی صحبت میشه و ایشون بیشتر بهش میپردازن، مثل انواع تحریم هاست، انواع جنگ هاست، از جنگ هایی که حالا در مرزهای دیگران اتفاق میفته یا مرزهای ما طرف ما و چیزی که خودمون تجربهش کردیم، انواع انتخابات خودمون، انتخابات آمریکا، چین، ژاپن، سوریه، روسیه، فرقی نمیکنه. هر جای دنیا یه اتفاقی بیفته ما اینقدر تجارتمون بین‌المللیه که تمام اتفاقات بد دنیا رو تجارت ما اثر میذاره. پس اصلا ماهیتش این که کجا چه اتفاقی میفته نیست. ما همیشه بهانه‌ای برای اینکه کسب و کارامون اوضاعش به هم بریزه داریم. اوضاع سیاسی، اقتصادی، عرضه و تقاضا، میزان نقدینگی، رشدهایی که دارن پیش بینی میکنن که همه اینا اصولاً به یک تورم میرسه که رو کسب و کار ما مؤثره. و اون نقطه‌ای که گذاشتم میشه سایر عوامل که از نظر من الان گیر ما اصلا رو سایر عوامله. یعنی به قول اون جو که میگن مارادونا رو ولش کن قیلیچو بچسب، ما تمام مشکلاتمون از نظر من بیشتر تو مسائل داخلی مونه. یعنی اینکه به طور مثال پارسال سامانه مؤدیات تصویب شد، هیچ جا تو پیش‌بینی‌های هیچ اقتصاددانی نبود ولی کسب و کارامون رو به هم ریخت. قوانین بودجه الان داره تغییر میکنه، بهش خیلی بستگی نمیشه ولی اصلا اوناست. کسب و کار ما تماما مورد هدف اتفاقاتی که داره تو مجلس میفته، تغییراتی که توی قانون کار داره مسبب میشه، قانون مالیات هایی که دارن بازنگری میکنن، قانون مالیات بر جمع درآمد، خیلی مسائل اینجوری که مقرراتش از تو مجلس در میاد، یکی یکی میاد بیرون و اونهاست از نظر من تأثیر گذاره تو کسب و کار ما. و مهمتر از اون شاید بگم بحث مالیاته، همه اونها عملا به مالیات ختم میشه که حالا استاد حاج محمدی در این مورد بیشتر صحبت میکنن. چون ما هر چی تلاش میکنیم اگر منظم نباشه، اگر بحث مالیاتو که یک هزینه خیلی عمده‌ای برای ما در نظر نگیریم، عملاً یک کارمند جزئی هستیم برای دولت، حتی یک مدیرم نه که بتونیم یه حقوق خوب برداریم. همتون امیدوارم تجربه نکرده باشین ولی من تو دوستانم تجربه هایی دارم. دوستی که چند میلیارد کار کرده، 300 تومن مالیات داده و بعد وقتی رفته برای رسیدگی خب چند میلیارد ازش مالیات خواستن و تقریبا کاری نتونسته بکنن. اینها همش عدم شفافیت هایی که قانون برای مدیران سازمان ها داره. و نکته‌ای که من خیلی سعی میکنم که به عنوان یک
آدمی که تو کسب و کارها گشتم و مالی رو میدونم با مدیران مطرح کنم. نکته‌ای که برای من خیلی های اهمیته که مدیران بتونن این مسائل رو بتونن، نه حسابدارها، چون حسابدارها کارشون میکنن میرن جلو و بهترین نوعی هم که فکر میکنن کارشون رو انجام میدن، اما متاسفانه بهترین اونها بهترینی که باید باشه نیست. خب چه بخشای تحت تاثیر تورم قرار میگیره؟ هزینه‌های پرسنلی. اصولا اولا سازمان وزارت کار و دولت همیشه میان یک مبحثی رو باز میکنن تحت عنوان افزایش حقوق، یه مبلغی دیکته میشه، ولی اصولا مبحث پرسنلی اون مبحث خیلی پیچیده است. یعنی شما الان شاید حتی با همین 25% هم نتونید که کارمنداتون رو راضی نگه دارید. کارمند حرفه‌ای دیگه اصلا مسئلهش قانون وزارت کار نیست، حتی پیدا کردنش سخته، جذب و نگهداری سخته و هرچی تورم بره بالاتر اون کارمند توقع بیشتری داره. یعنی وقتی تورم میشه 40-45%، 50%، کارمند با 25% اصلا اموراتش کارمند حرفه‌ای و شما مجبورین برای ارضای اونها هزینه‌های بیشتری انجام بدین. اینها همه رو سودها مؤثر میذاره. هزینه‌های مالی داریم که مسلماً بالا خواهد رفت. ببخشید این یکم کم میگیره. هزینه‌های تامین سرمایه‌مون، وام هایی که از بانک باید بگیریم مسلماً سخت‌تر خواهد شد. تو تمام پیش‌بینی‌ها وضعیت بانک‌ها برای سال آینده خیلی خوب نمی‌بینن. پس تامین سرمایه یکی از معضلات ما تو سال بعد خواهد بود. این اونجاست که ما لازمه که روش‌های کنترل نقدینگیمون رو بتونیم، یعنی کمتر نیاز داشته باشیم که بخوایم تامین سرمایه کنیم. مضافاً بر اینکه وقتی که دولت میاد اوراق قرضه 35% صادر میکنه، وقتی میاد به بانک‌ها حساب‌هایی باز میکنه که 30% سود میده، دیگه کسی سرمایه‌شو به این راحتی در اختیار کسی قرار نمیده که بره باش 15% سود سالانه کسب کنه. تمام این نتیجه میشه که قیمت تموم شدهمون بالا خواهد رفت، قیمت مصرف کننده در نتیجه بیشتر میشه و اما تورم باعث میشه قدرت خرید مردم بیاد پایین و ما از لحاظ مقدار فروش دچار کاهش بشیم. یک اشتباهی که سازمان ها میکنن، فروش رو با مبلغ خیلیاشون بررسی میکنن، در صورتی که افزایش فی واحد فروش که اتفاق میفته، غافل از این که ما تعدادمون کم شده باز فروش بالایی رو نشون میده و این نقطه ضعفیه که توی آمارهایی که واسه فقط مبلغ کار میکنن ملحوظه. ولی اینهایی که من دارم میگم اون باکایی که سازمان ها باهاش برخورد میکنن. من تو سازمانی بودم که واحد فروش ادعا میکرد من تونستم 25% نسبت به پارسال رشد بیشتر داشته باشم، فروش بیشتری انجام بدم. بعد هیئت مدیره گیج بوده که چرا پس وضع خرابه. توی یک بررسی ساده به این نتیجه رسیدن که خب این 50% افزایش قیمت دادن اول سال و اونها با این 25% عملاً 25% هنوز از تعداد عقبن و نتونستن که کاری رو پیش ببرن. اینا همون عواملی که سود رو کاهش میده. تو سازمان ها همونجوری که گفتم معمولا راجع به فروش و سود صحبت میکنن، در صورتی که تمام این دوتا کلی عوامل وابسته به خودشون دارن. یعنی فروش بدون در نظر گرفتن خرید بدون در نظر گرفتن اینکه شما چقدر اصلا سرمایه دارید، میزان بدهیتون، میزان طلبتون، هزینه هاتون و اینا اصلا مفهوم نداره. عملا خلاصه شو بگم خدمتتون، بررسی کردن یک شرکت بدون دونستن تمام اعداد ترازنامه‌ای عملاً یک کاریه که صحیح نخواهد بود. مثال‌های عددی در این زمینه داریم که متاسفانه جاش نیست خدمتتون عرض کنم که کاملاً این درکو میده که این دوتا رقم تقریباً به هیچ دردی برای تصمیم گیری نمیخورن به تنهایی. تمام اونا تبدیل میشه به سود و سود هم آخرش اون مالیاتی که تعیین کننده است که شما وضعتون چطوره، موفق بودید یا موفق نبودید. و اما یک موضوعی داریم، موضوع زمانه. اینو تو فیزیک راجعش صحبت کنن اینشتین و میگه که زمان و مکان به هم وابستن. در مورد مسائل مالی زمان و اعداد با هم خیلی ارتباط تنگاتنگی دارن. مثال خیلی سادهش، شما وقتی من الان بهتون یه چک بدم 10 میلیارد برای هفته دیگه با چک برای سال دیگه بدم، زمین تا آسمون فرق داره. برای همین حتی اعداد ترازنامه هم بدون قید زمان ارزشی ندارن. طلب شما که قرار 3 ماه دیگه وصول شه ارزشش بسیار پایین‌تر از طلب شماست برای 1 ماه دیگه
و بسیار باز بهتره تا اینکه یک سال دیگه قرارش وصول کنیم. برای همین دوره‌های پرداخت، دوره‌های تصفیه، اینها مسائلی هستند که خیلی مهمن. پس در کنار فروش، سود و تمام ارقامی که داریم می‌بینیم، در کنار اینا مهمه که اصلا این ارقام چه زمانی شامل حالشون میشه. یک سری بایدها و نبایدها از دید خودم نوشتم، خیلی بیشتر از این حرف هاست و واقعا متنوع بر اساس کسب و کارها. 4 تا تصمیم خطرناکه تو شرایط بحرانی شرکت ها میگیرن. یکیش نسیه فروشیه. اون اقدامیه که شرکت ها میگن بفروشین، بذارین انبار خالی شه، غافل از این که این فروش منجر به این میشه که دیگه تندتر برم اینو ببخشید چون میگن سریع تمومش کنم، من خیلی سعی میکنم که آره نگم. یکیش موضوع نسیه فروشه. نسیه فروشی خب باعث کاهش نقدینگی اون میشه. وقتی شما کالاتون رو سعی میکنید تندتر خالی کنید، نسیه میفروشید، پولش قراره 3 ماه 4 ماه 5 ماه دیگه دستتون برسه، شما از لحاظ تأمین بودجه برای خرید کالا دچار مشکل میشید و به تدریج انبارتون خالی و خالی تر میشه و این کاهش فروش اتوماتیک بعد از چند وقت کاهش سود رو برای شما به ارمغان میاره. تزریق سرمایه نامناسبه. سرمایه بهتر بگم نامناسب میشه گفت تزریق حساب نشده سرمایه است. یعنی اگه شما ندونید سرمایه‌ای که دارین واریز میکنین به حسابتون چه جوری قراره برگرده، چقدر قراره این سود به شما بده، کار اشتباهیه. گاهن این هزینه ها متاسفانه گاهی این افزایش سرمایه ها بابت تامین هزینه هاست که غلط ترین اتفاقی توی سازمان میفته. یعنی سازمانی که بخواد از طریق افزایش سرمایه هزینه هاشو پوشش بده نشون دهنده ضعف مالیشه، نتونسته با سودش کار بکنه. ما یه موضوعی داریم راجع به سود که تو این اسلاید نیست ولی من میگم خیلی مهمه. موضوع سود تحقق یافته یا سود تحقق نیافته است. دوتا، یعنی شما یه کالا وقتی فروختین 3 ماهه 4 ماهه و فکر میکنید که 15% 20% سود کردین، عملا این سود مال شما نیست. این سودیه که دست اون خریدارتونه و هنوز به شما نداده و ممکنه نده، ممکنه بعد از 2 ماه کالا برگرده. این اونجاست که شما دوچار اون ضرر میشین که نمیتونید تامین نقدینگی کنید و عقب میافتید. تعدیل هزینه‌های الزامی یا باز همون تعدیل حساب نشده هزینه هاست. گاهن یک نسخه توی اینترنت وجود داره که بیاین هزینه ها رو کم کنید وقتی سود نیست. خب این اصطلاح توی اینترنت زیاد دیدین، میگن که شبیه اینه که شب چراغاتون رو خاموش کنید. شما اگه بیاین بخش مارکتینگ، تبلیغات، نیروی انسانی رو کاهش بدین، ممکنه دیگه اصلا موفق نشید به فروش و این فروشتون افت کنه. مسلما کاهش هزینه ها خوبه، اما حساب شده. اینکه چه هزینه‌ای رو کم می‌کنید. ما تو سازمان‌ها شاهدش بودیم که به طور مثلا آبدارچی رو حذف کردن و بچه‌ها گفتن مشغول چین، خودتون چایتون رو بریزین، ما می‌خوایم کاهش هزینه بدیم و 15 تا 20 تا از پرسنل رو درگیر این کردن که صبح به صبح برن چای دم کنن، ظرفاشون رو بشونن، غذاشون رو گرم کنن و این حساب نشدنه خیلی بده. و نسخه خطرناکتر استفاده از نسخه‌های عمومیه، نسخه‌ای که تو اینترنت فراوون دیده میشه، نسخه‌ای که گاهی یه نفر میچینه و براتون یک توضیحی میده و میگه که این کارو بکنید. این به نظر من غلط‌ترین راهه و هیچ سازمانی نمیتونه مشابه سازمان دیگه فعالیت کنه، حتی 2 شرکت تولیدی، حتی 2 کارخونه کاملا مشابه یکسان، چون که عملکرد داخلیشون کاملا فرق داره. خب و اینکه چه باید کرد؟ به نظر من مهمترین اقدامی که یک مدیر باید بکنه اینه که از شرایط و قوانین موجود آگاه باشه. سپردن این آگاهی و دانش به بخش مالی من باهاش موافق نیستم. من موافقم که تمام مدیران ما باید مالی رو بدونن. حسابدار قرار نیست باشد، باید مالی رو بدونن، باید درک کنن که چه خطرهایی کسب و کارشون رو تهدید میکنه، چه قوانینی تو مجلس هست، چه اتفاقهایی داره میفته، اونا رو پیش بینی کنن. ورزشکارا یه چیزو دیدین، رزمیو گاهی وای میستن و رو بدنشون چوب خورد میکنن. تمام این خطرهایی هم که وجود داره مثل همون چوب است. بدونیم و آگاه باشیم صدمه‌ای به ما نمیزنه. اگه بدونیم چه اتفاقایی داره میفته، سیستممون آماده است برای اینکه قانون بعدی که از مجلس میاد بیرون ما رو ورشکست نکنه و زمین نزنه. آگاهی مهمترین بخشیه که یک مدیر مالی باید، مدیر سازمان باید داشته باشه.
بر اساس همون آگاهی ها باید تو سیستم مالی بازنگری کرد و مهمتر از اون اینه که ما باید بتونیم کسب و کارمون رو دائما لحاظ مالی رصد کنیم. متاسفانه اتفاقی که میفته، من تو خیلی از سازمان‌ها که میرم اولین حرفم میگم یه تراز به من بدین و بعد یه تراز میدن، میگن این البته مال تا ماه پیشه، به این دلیل هنوز حاضر نشده، یا ترازمون مال 45 روز 2 ماه پیشه. این اصلا اطلاعات قدیمیه، اطلاعات 2 ماه پیش دیگه به درد نمیخوره. ما اگه نتونیم به روز تصمیم بگیریم و نبینیم وضعیتمون چطوره، نمیتونیم تصمیمی به موقع بگیریم. پس داشتن یک داشبورد مالی بسیار مهمه، نه اون داشبوردی که من دیدم رو میز خیلی مدیران موجود نقد و بانک رو میذارن، مانده طلب، چکایی که در راه، چکایی که قرار پرداخت کنن. این فقط بخشی از اون اعداد و ارقامه. به همین دلیل حتما یک داشبورد کامل مالی لازمه و اگر که موافق باشین و هم بریم یک کمی بحث عملی بکنیم.